قصه مادر نابینا و فرزند ناخلف. یک زمان مادر نابینای بود. از او یک پسر به دنیا آمد. دایه ها به او خبر دادند که فرزندی به دنیا آورده ات بیمار است. پس از شنیدن خبری بیماری پسرش، مادر با دلی ریش او را نگهبانی میکرد. از بس که مادر چشم بینا نداشت، همه مهربانی هایش را نسبت پسرش با چشم دیل افشا میکرد. الله متعال ملائکه را به سوی مادر به صورت آدمی فرستاد و ملائکه به نزد مادر آمد و گفت: مادر، الله متعال یک درخواست تو را قبول میکند. میخواهی خودت بینا شوی یا فرزندت صحت شود؟ مادر گفت: البته فرزندم صحت شود. ملائکه گفت: پشیمان نمی شوی؟ مادر گفت: نه، هرگز پشیمان نمی شوم. فرزندم صحت شود. ملائکه دست به دعا برداشت. فرزند او صحت شد و مادر از این خوشحال گردیده فرزندش را با چشم دل نگریسته مهربانی میکرد. روز به روز فرزند با مهربانی های مادر عاجزش بزرگ شدن میگرفت و مادر از این خوشحالتر میگردید. زمان فرزند بر کمال رسید و مادر او را با یک جهان شادی و محبت عائله دار کرد. سال و ماه ها گذشت و فرزند پیش پای مادر با زانوی ادب افتاد و گفت: مادر جان، چند ماه است سخن در دل دارم، اما گفتنش مرا سخت آزار می دهد. مادر گفت: تو جگربند یگانه ای من هستی، بگو اسرار دلت را، من همه درخواست هایت را می پذیرم. فرزند گفت: همسر من با شما زندگی کردن نمی خواهد و من می خواهم برای شما خانه بنیاد کنم تا که دورتر از چشم او زندگی کنید، زیرا از نابینایی شما همسر من طبعش خیره می شود. مادر از این سخنان فرزندی که با چقدر رنج نابینایی به وای رسانیده بود سخت آزرده گشت و به فرزند گفت: پسرم، تو رنج مکش، برای من خانه مساز، من خودم از خانه برآمده می روم. تو با همسرت خوشبخت باشی برای من کافی است. مادر از در خانه اش که بجز از این فرزند زن دوستدار کسی نداشت برآمده با چشم دل به سوی خانه اش نگریسته زار زار می گریست، زیرا از این خانه و در بیرون از کنار فرزند یگانه دور می شد. آن ملائکه به صورت آدمی که از ابتدا آمده بود باز آمد و گفت: ای مادر، باز خداوند یک درخواست تو را می پذیرد و انیق می گویی که این دفعه مرا بینا کند، چون که اکنون بعد این کار فرزندت و همسرش پشیمان شده ای. مادر گفت: من پشیمان نیستم و پشیمان نخواهم شد. این بار هم مرا شفا ندهد پروردگار. ملائکه گفت: از الله متعال چی درخواست داری؟ مادر گفت: می خواهم الله متعال همسر پسر من را انسان خوب، زن صالحه گرداند. امروز از سببی که من از این درگاه رانده شدم و از این رو در خانه نیستم که او را پرستاری کنم، در خانه نیستم که او را نوازش مادرانه کنم، همسرش را همسری با وفا گرداند تا که نسبت فرزند من جفا نکند، بلکه جگربند مرا پرستاری خوب کند. این است بزرگی مادر در چنین لحظه های ناگوار که از جانب فرزند رانده شد، برای فرزند و همسر او دعای بد نکرد. پس باید هر لحظه به لحظه به قدر این آلهه دلسوز و غمخوار برسیم.
در حق ما تا دعای مادر نشود، در حق ما تا دعای مادر نشود، در زندگی راه ما منور نشود. 100 سال اگر خدمت مادر بکنیم، بر یک شب رنج او برابر نشود.